سلام بینندگان عزیز. ساعت به وقت پراگ است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوع روز را معرفی میکنم. یادآور میشم بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این و دیگر موضوعها مطرح می گردند. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه درباره مهاجران تاجیک چی گفتند؟ روز گذشته سراج‌الدین محردین با سرگئی لاوروف در روسیه دیدار و گفتگو داشتند. در این ملاقات درباره یکی از مسائل دردناک مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه صحبت شده است. سرگئی لاوروف از جمله گفت مسئله قبول هماهنگ شده مهاجران کاری تاجیک به کارخانه‌های روسیه مورد بررسی قرار گرفت. در این باره در برنامه امروز تفصیلات می‌دهیم. لازم به یادآوری است که فعلا صدها هزار زادگان تاجیکستان از حق ورود به این کشور مهاجرپذیر محروم می‌باشند. تا برگزاری انتخابات پارلمانی همگی چند روز دیگر باقی مانده است. ما سلسله گزارش را در رابطه به این معرکه مهم سیاسی ادامه می‌دهیم. امروز در برنامه به مسئله شرکت لولیان در انتخابات توجه خواهیم کرد. تا کجا وکیلان خود را می‌شناسند و از آنها چی انتظارات دارند؟ خبر دیگر، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش دیروز در شهر ژنو به رهبران سازمان جهانی بهداشت واخورده راه‌های مقاومت با ویروس نو را ارزیابی کردند. در پی ملاقات دبیر کل سازمان ملل متحد گفت هنوز هم امکان زیر نظارت درآوردن بیماری وجود دارد تا از پیامد وزین آن به وضع بهداشت و اقتصاد سراسر جلوگیری به عمل آید. او گفت همه کشورها باید به مقاومت به این بیماری با احترام حقوق بشر تلاش ورزند. در همین حال رسانه‌های چین گزارش می‌دهند که روز دوشنبه به قبل کمیسیون ملی بهداشت چین 24,000 نفر از سرایت کرونا ویروس نو معالجه یافته از شفاخانه‌ها رها شدند. شکایت از شکنجه، والدان 2 محبوس تاجیک ادعا دارند که میگویند پسران جوان آنها از سوی ماموران محبس در روسیه بی‌رحمانه لطوکوب شدند. و قبل آنها فرزندانشان 5 ماه در اتاق جریمه‌بی بوده، حالا به بیمارستان انتقال شدند. این والدان میخواهند سفارت یا کنسولگری تاجیکستان از وضع فرزندان آنها باخبر شده به آنها کمک کنند. مقامات زندان در این باره چی میگویند؟ در برنامه جزئیات را پیشنهاد خواهیم کرد. ضمناً در زندان‌های روسیه هزارها شهروندان تاجیکستان نگهداری میشوند و از شرایط ناخوب آنها زود گزارش‌ها نشر میشوند. بینندگان عزیز، همه شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت می‌کنیم که ساعت 5 به وقت تاجیکستان و ساعت 3 به وقت مسکو تقدیم می‌گردد. خدا نگهدار.